گوش کن. قدرتمندترین نیروی زندگی تو استعداد نیست، شانس نیست، روابط نیست، تمرکز است. و تمرکز دقیقاً همان لحظه‌ای نابود می شود که دهانت باز می شود. بیشتر مردم فکر می کنند با حرف زدن دارند پیشرفت می کنند، اما در واقع دارند انرژی آزاد می کنند. هر بار که درباره برنامه‌هایت حرف می زنی، یک بخش از آتش درونت خاموش می شود. چرا؟ چون ذهن تو تفاوت بین گفتن و انجام دادن را کامل تشخیص نمی دهد. وقتی درباره هدفت صحبت می کنی و تشویق می گیری، مغزت دوپامین دریافت می کند. احساس می کنی جلو رفته ای، اما جلو نرفته ای. فقط حرف زده ای و همین حس کاذب پیشرفت تو را ضعیف می کند. سکوت سپر است. دنیا جای مهربانی برای رؤیاها نیست. وقتی از هدفت حرف میزنی 3 چیز وارد زندگیت می شود. 1. شک. 2. حسادت. 3. حواس پرتی. شک از کسانی می آید که خودشان هرگز ریسک نکردند. حسادت از کسانی می آید که آرزو داشتند جای تو باشند و حواس پرتی از توضیح دادنهای بی پایان. و تو به جای ساختن شروع می کنی به دفاع کردن. دفاع انرژی میبرد، ساختن تمرکز میخواهد و نمیتوانی هر دو را همزمان داشته باشی. رؤیا مثل بذر است. هیچ کشاورزی بذر را میکارد و هر روز آن را بیرون نمیآورد تا به دیگران نشان دهد. چرا؟ چون بذر در تاریکی رشد میکند. هدفهای تو هم همینطورند. اگر زود آشکارشان کنی، ریشه نمیگیرند. هر بار که درباره برنامه‌ات حرف میزنی، انگار بذر را از خاک بیرون میکشی و بعد تعجب میکنی چرا رشد نکرد. مردم بیشتر حسادت میکنند تا حمایت. این حقیقت تلخ است. بیشتر آدم‌ها وقتی تو رشد میکنی الهام نمیگیرند، ناراحت میشوند، چون رشد تو بهانه‌های آنها را نابود میکند. اگر تو بتوانی، آنها دیگر نمیتوانند بگویند نشدنی است. پس ساده ترین راه برای آرام کردن وجدانشان چیست؟ کم رنگ کردن رؤیای تو. میگویند واقع بین باش. سخت است. همه امتحان کردند نشد. و اگر مراقب نباشی، این صداها وارد ذهنت میشوند و تمرکزت را میخورند. قدرت واقعی بی صداست. بلندترین آدم اتاق معمولاً ضعیفترین است. کسی که هر قدمش را اعلام می کند اغلب هیچ وقت به پایان نمی رسد، اما آن کسی که ساکت است او خطرناک است. او حرکت می کند بدون اینکه کسی بفهمد. او تمرین می کند بدون اینکه کسی ببیند. او می سازد بدون اینکه کسی باور کند و بعد ناگهان نتیجه ظاهر می شود و دنیا شوکه می شود. حرف زدن مساوی نشت انرژی. هر توضیح دادن یک نشت انرژی است. هر اعلام برنامه یک کاهش تمرکز است. هر وعده یک فشار روانی اضافی است. وقتی درباره کارت حرف میزنی، مجبور میشوی از آن دفاع کنی. وقتی سکوت میکنی، فقط کار میکنی و کار همیشه از حرف جلوتر است. اجرا تنها زبان جهانی است، نتیجه نیاز به توضیح ندارد. پول در حساب بانکی توضیح نمیخواهد. بدن ساخته شده توضیح نمیخواهد. کسب و کار موفق توضیح نمیخواهد. نتیجه خودش حرف میزند. نتیجه منتقد را ساکت میکند. حسود را وادار به احترام میکند. شک را نابود میکند. اگر میخواهی دنیا را غافلگیر کنی، اول خودت را غافلگیر کن. کاری را انجام بده که حتی خودت فکر نمیکردی بتوانی. سخت‌تر تمرین کن، بیشتر یاد بگیر، کمتر حرف بزن، در سایه رشد کن. اجازه بده مردم فکر کنند عادی هستی، اجازه بده دست کم گرفته شوی. هیچ چیز خطرناکتر از انسانی نیست که دست کم گرفته شده و ساکت مانده و در حال ساختن است. وعده ها فراموش می شوند، نتایج نه. تاریخ با وعده نوشته نشده، با عمل نوشته شده. هیچ کس نقشه را تحسین نمی کند، آسمان خراش را تحسین می کند. هیچ کس قول را به یاد نمی آورد، پیروزی را به یاد می آورد. پس از خودت بپرس، می خواهی الان تشویق شوی یا برای همیشه محترم باشی؟ سکوت انضباط است. سکوت یعنی کنترل نفس،
یعنی وقتی وسوسه میشوی درباره هدفت حرف بزنی، خودت را نگه داری. یعنی اجازه ندهی تشویق زودهنگام گرسنگیت را از بین ببرد. گرسنگی مهم است. تا وقتی گرسنه‌ای حرکت می‌کنی، وقتی سیر شوی می‌ایستی و حرف زدن تو را زود سیر می‌کند. وقتی زمانش برسد در را باز می‌کنی، بدون توضیح، بدون دفاع، بدون بحث، فقط نتیجه. و آن لحظه تمام کسانی که شک کردند ساکت می‌شوند، نه به خاطر حرف‌هایت، به خاطر کارت. انتخاب با توست. می‌خواهی در دنیای حرف زنها زندگی کنی یا در دنیای اجرا کننده ها؟ حرف ارزان است، اجرا کمیاب است. سکوت کن، بساز، تمرین کن، تمام کن و وقتی تمام شد اجازه بده نتیجه با صدایی بلندتر از هر جمله‌ای که می‌توانستی بگویی صحبت کند. اما یک چیز دیگر هم هست. سکوت فقط برای محافظت از رؤیاها نیست، برای ساختن ذهنی شکست ناپذیر است. وقتی درباره هدفت حرف نمیزنی، تنها کسی که میداند چه میکنی خودت هستی. و این یعنی دیگر نمیتوانی نقش بازی کنی، دیگر نمیتوانی با جمله‌های قشنگ خودت را فریب بدهی یا با تعریف دیگران احساس پیشرفت کاذب داشته باشی یا انجام داده ای یا نداده ای. و این صداقت بیرحمانه با خود تو را قوی می کند. اکثر مردم از سکوت می ترسند، چون در سکوت صداهای درون بلندتر می شوند. شکها، ترسها، بهانه‌ها. اما اگر در همین سکوت بمانی، کم کم یاد می گیری آن صداها را کنترل کنی و وقتی بتوانی ذهنت را کنترل کنی، دیگر هیچ کس بیرون از تو قدرتی ندارد. به یاد داشته باش، کسی که زیاد حرف میزند معمولاً دنبال تایید است، اما کسی که در حال ساختن است دنبال تایید نیست، دنبال نتیجه است. و نتیجه هیچ وقت سر و صدا نمی کند وقتی در حال شکل گرفتن است. ساختمان قبل از افتتاح ماه‌ها پشت داربست پنهان است. قهرمان قبل از مدال سالها در سکوت تمرین می کند. ثروت قبل از دیده شدن در خلوت ساخته می شود. پس اگر الان کسی تو را نمی بیند، خوب است. اگر کسی نمی داند چه می کنی، عالی است. یعنی هنوز در مرحله رشد هستی و رشد همیشه در تاریکی اتفاق می افتد. پس آرام باش، ثابت بمان، ادامه بده و روزی که نتیجه ظاهر شود دیگر نیازی به معرفی خودت نداری. کارت نامت را معرفی می کند.